یک دو سه صدا یک دو سه صدا اومدیم جاده پاییزی دیلمان، ولاگ رانندگی، بعدش هم گردش یه جای کوچیک. آیه اولانی اول ولاگ نگاه کن، بعد درخواست بده فلان جاده رو بذار. قربون قدر آخر ولاگ با ما همراه باشه. یکی از زیباترین و این برگا داره قرمز برای چی؟ بقول بانو همیرا زی محلی چون آشم داره. سلام دوستای عزیزم، صبح جمعه پاییزی زیباتون به خیر و شادی باشه. مرتضی هستم تو یکی از زیباترین جاده های شمال ایرانیم، جاده سیاکل به دیلمان. امروز جمعه 30 آبان ماه، ساعتم 9:30. جای همه عزیزان خالی. اومدیم یه ولاگ رانندگی تو جاده پاییزی براتون بگیرم. ولاگ از این جاده زیاد گرفتم، گفتم حالا هوای پاییزی شد. یه بار گرفتم فکر کنم پاییزیشو، رانندگی نبود. گفتم برای دوستان یه ثبت خاطری بشه، برای عزیزان خارج کشورم یه رفع دلتنگی هرچند کوچیک. من آروم برم، اینا ماشینا پشت سرم هست بتونم برم. خواهشاً تو رو خدا همین اول بهتون یه توصیه برادرانه دوستانه عاجزانه میکنم، جاده رو آروم برین. الان میریم مشاهده میکنیم، حتما میبینیم که یهو گاو و گوسفند و یه راننده الاغ هم میاد. هم نگاه کنیم کامیونا بالا کارخونه سیمان داره. دوربین بالا وصل کردم، صدا رو دارم پایین ضبط میکنم که از بیانات منم لذت ببرید. اینم جاده زیبا. البته جنگل کامل شروع نشده دیگه، از اینجا گفتیم استارتو بزنیم. این جاده معمولا هر بهار یه روکشی میکنن، یه پاییز زمستون وضعیتش هم اینجوری میشه، یه خورده دلنگ دیلونگش میاد. بالا دیلمان کارخونه سیمان داره، واسه همین تردد کامیون توش زیاده. واسه همین میگم تو سبقت‌ها خود احتیاط بکنین. از این جاده چی میخواد آدم آروم بخواد بره؟ این همه چی داره. مهم پلی کنه و آروم بره. منم مهم داره میخونم.
اینجا توتکیه، یکی از روستاهای معروف همین تو راهه. جاهای دیدنی تو مسیر علاوه بر اون جنگل و رودخونه زیباش، دو سه تا جای دیدنی هم داره. اولیش میخوره به کاروانسرای تیتی. الان جلوتر تابلوشو بهتون نشون میدم. لوکیشن سریال خاتون، یه بخشایی رو اونجا گرفتن. اگه سرچ کنین تو پلیلیستش شهر سیاکل ما هم هست. یه کاروانسرای قدیمی به جا مونده سنگیه. من سبقت بگیرم از این کاروانسرای تیتی بهش میگن. تیتی به معنای غنچه است، شکوفه. اسم خواهر یکی از چیه قاجار بوده، بزرگان بوده، چی بوده، به همون نام اسم خواهرش تیتی بوده. اسم قشنگی واقعا، واسه همین معروفه. کنارش هم بونگردی تیتی هست. خواسته میتونیم بیا اینجا، کلبه، غذا، همه چی هم دارن. خیلی آدمای خوبی هم هستن. کاروانسرای تیتی، اونم بونگردی تیتی. بعدش میخوره به آبشار لونک، یکی از زیباترین و در دسترس ترین آبشارهای ایران. ایران هم شاید بگم. قشنگ کنار جاده است دیگه. بعدش میرسه به بازارچه لاریخانی. ولاگ اونم براتون گذاشتم. اکثر عصرها غروب اونجا مهه. یعنی اگه اومدین اینجا تفریح کردیم، پیشنهاد میکنم حتما به اون بازارچه سری بزنید. یه چای آتیشی، نون داغ محلیه. ولاگ اونم براتون گذاشتم، دوست داشتین نگاه کنین. اگه یادم باشه لینکشو زیر براتون میذارم. اگه نه خودتون یه زحمت بکنین تو پلیلیست شهر سیاکل یا سرچ کنین توی عضو کانال تلگرام ما اگه بشیم، همین آدرس کانال یوتیوب ماست، نورس 2098. اونجا هر چی رو سرچ کنین درجا براتون بالا میاد. تمام لینک همه ویدیوها رو براتون گذاشتیم. کافیه سرچ کنین کاروانسرا میاد براتون. اگه تو یوتیوب براتون سخت دست چیزا سرچ کردن، اونجا میتونین راحتی سرچ کنین. میبینین برگا داره قرمز میشه. حالا کامل قرمز نشده، شما پاییزی حسابش کنید. من 50 تا دارم میرم و شاید تو ویدیو یه خورده سریع باز آرومتر برم. آهنگی که داره پلی میشه خواننده‌اش که استاد معین، ریمیکس از دیجی ورسی. میتونین سرچ کنین، دانلود کنین. جمعه یه خورده یه لول آرومتر با احتیاط‌تر برین. میبینین وسط کنار جاده وایسادن، وسط جاده وایسادن دارن عکس میگیرن.
به همه خوش بگذره. هیچ چیزی تو سرعت اینجا نیست، هیچ چیزی، هیچ لذتی نیست اینجا. اصلا جای سرعت نیست، نه آزادراه نه اتوبانه. بالاتر می‌بینی اصلا گاردریل هم نداره. حتی سر پیچ اگه سرعت برین خدای نکرده جمع کردن ماشین هم سخت میشه. من نمیام تا نمیم با خاطرات از من نگیر. اینا میبینین اینجا میشه لوشاده، تابلو قهوه‌ای رنگ نشه کاروانسرای تیتی. قشنگ از همینجا تیتی کاروانسرا دیدین. حواستون باشه یه خورده راهش گنگه، تابلوش هم من خودم میگی تو بار اشتباهی رفتم. اینجا معمولا موبایلم خوب آنتن نمیده، آروم برین اینجا تیکه رو بتونیم پیدا کنیم. دیشب یه جمله میخوندم تو اینستاگرام، گفت ایرانی بودن کم کم داره خیلی سخت میشه. واقعا اوضاع اصلا خوب نیست. ولاگ شهرداری ما اگه دیروز گذاشتیمش، الان یک ویو خورد. اگه نگاه کنین قیمت ماهی رو مثلا شما با مقایسه کنین، ماهی سفید مثلا میانگی از 1 میلیون شروع میشه. من خودم خانومم کارمندیم و حال مثل درآمدهای دیگه هم داریم. آخرین باری که ماهی سفید خوردیم و خودم خریده باشم، خودم که یادم نمیاد خریده باشم، یادم نمیاد کی ماهی سفید خوردم. حالا فکر بکن همه دارن پرورشی میخرن، اصلا واقعا 1 میلیون تومان کم نیست. الان مثلا میگم یه کارمند همکاره من تو بیمارستان میانگین 18 تومن، از با کارانه هم بگیری با اضافه کارم بگیری به 20 تومن، حالا بگیم 20 تومن. خب معمولا به 20 تومن هم نمیرسه. من دکتر رو نمیگم پرستار، پذیرش، خدمات، نمیدونم آزمایشگاه مثلا رادیولوژی میشه 20 تومن. یعنی با پولش میشه 20 تا ماهی سفید خرید، فقط 20 تا دونه ماهی سفید خرید تو 20 روز خورد. ماهی سفید معمولا خانواده 3 نفره باید بخورن دیگه. موقع برگشت اینجا یه چای میخرم به یاد شما میخوام. 20 تا ماهی سفید میتونی بخری. شاید مثلا شما خارجین میشه 20 مثلا 1 میلیون میشه. الان دلار دیشب 114 تومن بود. مثلا $10 نمیدونم $10 اونجا ماهی، فکر نکنم ماهی هم اونجا $10 باشه. نه ماهی سفید $10 میشه 1 میلیون تومان، $9. حالا مثلا شاید اونجا درآمد چی باشه، ولی مثلا میانگین او اینجا $200 $220. این پاییز زیبا. واسه همین واقعا مردم تو فشارن. مثلا میریم میوه فروشی، میوه خورم نیستیم، خب به خاطر بچه‌مون مجبور میوه بگیریم. باورتون نمیشه یه پلاستیک مثلا با انار و سیب و هویج و مثلا چند تا نارنگی، میوه لاکچری هم نیست، مثلا اصلا زیر 400 تومن نمیشه، زیر 400 500 تومن.
بعد مثلا میگی دوستان میگی ما یوتیوب مثلا کار میکنم فکر کنم میلیاردی داره در میاره. یوتیوب هم خیلی اذیت میکنه، یعنی واقعا الان دیگه روزای بدشه، واقعا روزای بدشه. حالا بحث پولش نیست اصلا بگیم چی میخوری، ویو وقت بازدیده، بازدید نمیخوره آدم اعصابش خراب میشه. اون کار با دلی خودم من مثلا جمعه صبح 9:44 دقیقه نمی اومدم با خانواده، شب سر زور می اومد به عشق دوستان، هم حال هوای خودم عوض میشه، هم برای دوستان یه ثبت خاطری میشه، حال هوای پاییزی. از اون که ما هم داریم تقریبا دلی کار میکنیم، جای همه عزیزان خالی. بازم میگم خصوصا 2 تا عزیزی هستن کانادا، حالا من اسمشونو تلگرام به من پیام میدن، اسم کوچیکشونو راستش دقیق‌تر نمیدونم، فکر کنم حسین آقا اسمش باشه، باز اگه اشتباه نکنم. مشهدی و تهرانی هستن، زن و شوهر. یه سلامی عرض میکنم به اونا، مطمئنم تا اینجا دارن نگاه میکنن، چون عاشق سیاکل هم سیاکل خونه داشتن. یه سلامی هم میکنم به اونا، جای شما هم خالی. دیلمان 25 کیلو. آشغال ریختی اینجا، شهرداری بیاد جمع کنه، منتظر شهرداری بیاد. واقعا نمیدونم بعضی چرا انقدر بیشورن. ببخشید واقعا من اعصابم خراب میشه. نگاه کنین آشغال، نگاه کنین، شما میبینین دست چپ جاده اینجا منتظر کی بیاد جمع کنه آشغالتو؟ سر کوچه شهرداری نمیان اینجا که دیگه. اینم آبشار لونک زیبا. برگشت براتون یه ویدیو میذارم. این حاج خانم هم هست، مادر زحمت کشید، حتی 2-3 تا هستن میان اینجا نون میپزن. اینا حاج خانم واسه خوش بلاگیریه.
ما مسیر رو تا لاریخانی نمیریم چون خیلی طولانی میشه ولاگ. هدف نشون دادن پاییزیه. اوایل براتون میگیرم، البته هنوز ادامه داره. چند تا از زیباترین جاده‌های شمال میشه که جز 10 تاست. حالا شمال نه، گیلان. شمال خب من میخورده انتخابات زیاد میشه، جز 10 تا جاده زیبای استان گیلان حتما هست این جاده. جاده از سالن به خلخال بیشک اون اولیه، واقعا زیباست به خنک. الان پاییزش هم واقعا من فرصت نمی کنم برم براتون ولاگ بگیرم، فرصت بشه انشالله برم بگیرم. برم آبشار. این اون جاده یه چیز دیگه است. گردنه حیران آستارا گیلان. گردنه حیران مال گیلانه، مال آستاراست. دوستانی که شک دارن میتونن سرچ کنن تلکابینه. در این ماشینه چند وقت پیش افتاد پایین، کلیپشو گذاشتم. مرده بنده خدا راننده داشت که هرس جوش میخورد. میبینین احتیاط کنید. گردنه حیران اونجا سرچ کنین، تلکابین گردنه حیران. اون زیر پایین سایت آدرسش زده دیگه، منبع از اون موثق‌تر نداره. چی نوشته؟ هرچی اونجا نوشته ما هم قبول داریم. جاده ماسال قشنگه. جاده شفت قشنگه، سیاه مزگی و اینا. جاده ماسوله، جاده قلدودخان، جاده اشکبرات خودمون. من از همشهریامون معذرت میخوام دیر گفتم. جاده جواهر دشت. جا یه خورده جادهش امکاناتش کم، خیلی واقعا داغونه. با ماشین سواری بخوای بری ماشین اذیت میشه. تقریبا با جیپ و اینا باید بیای بری. امسال قسمت نشده، سال دیگه من حتما از همینجا قول میدم. خودم هم نرفتم تا الان، فقط فیلمشو دیدم. به خودم هم جالبه. پدر خانومم هم پاتور گرفته، دلو بزنیم به دریا بریم. بعد جاده قلبخان رو گفتم. جاده پونل به خلخال بلاگش هم گذاشتم براتون. اون واقعا جاده معشره. توی گرمای تابستون خنک بهشتی هستن. بعد جاده های زیبای گیلان. تقریبا هر جاده‌ای که به ییلاق ختم میشد و من گفتم براتون. هر جاده زیبایی خاص خودشو داره. از اون میریم رامسر، جاده جواهرده، جاده دالخانی 2000 3000، جاده عباس‌آباد به کلاردشت. میگم همه جاده مهم جنگل و طبیعت. جا رسیدیم به رادارخونه. اگه جاده برفی دیلمان ما رو دیده باشین تقریبا تا اینجا اومدیم. رادارخانه خشک آب.
یکم دیگه هم میریم بالا برد. بچه کوچیک موتور سواره. این چیه تو زندگی به یه چیزایی فکر میکنی، مثلا مثال میگم امروز مثلا به یه چیزی فکر میکنی نه من اگه بودم اونجور نمیکردم، اونجور نمیشد، مثلا دیگران قضاوت کردن اینا خیلی بهش اعتقاد دارم. یهو مثلا زمین و روزگار یه جور میچرخه، تو اون شرایط قرار میگیری میفهمی نه تو هم همچین کاری ممکن بود بکنی. بعد مثلا یه همکاری داشتیم، خانم امینا داشتن، گفت که مثلا پسر اگه موتور میخواد خود بزن پاشو بشکن، خود بزن پاشو بشکن قبل اینکه موتور تصادف کنه پاش بشکنه، چون واقعا شکستگی پا تو موتور، تصادفات موتور اصلا چیز روتینیه، فکر میخوری پا پلاتی میشه، واقعا این چیز عادیه، وزن موتور میفته رو پا میشکنه، ساق میشکنه، رام میشکنه. بعد روزگار یه جور چرخیده، الان پسرش موتور میخواد، وقتشه که خودت مثلا روزگار میگه تو بزن پای پسرت بشه. من گیلانیا یه چی دارم میگه با هیچی نباید گفت. اینه الان این بچه‌م چی بگیم، چه توصیه بکنیم. انشالله که همه به راه راست خودشون هدایت بشن. صحبت میکنم ضبط میکنه. آره خدا رو شکر. برام پیش اومده من صحبت کرده بود ضبط نکرده. جز از 27 دقیقه شده. بدترین جایی که میشه وایساد همینجاست. یه بچه دیگه داره میاد. پلاکش هم پوشونده. لامصب هیچی نداره، هیچی اصلا. کسایی میارن مثلا میگن تصادفیه، از اون قیافه‌شون رو میبینیم میگن موتور بوده. پاییز پادشاه فصلاست، ولی من عاشق بهارم، سرسبزی، زنده شدن. این 16 مال قومه. این قومی های عزیز خیلی بد رانندگی میکنن. من تو قوم رانندگی کردم، واقعا هیچ چیزی جلودارشون نیست.
اینجوری کامیون اومد پایین، نه اینکه بد اومده باشه، یه همینجوری دیگه روالش گنده است. ماشین پیچو یکم مجبور قیچی کنه. صدایی که ماشین میاد گوشتو مشکل داره، ماشین سانه. نه اینو فردا نوبت گرفتم، دست موتورش یه خورده شل شده، میخوره رو سینی صدا میده، چیزا خاص نیست، گلوش گیر کرده. نه بچه 8 9 سال 10 سال نهایتش باشه کنار جاده وایساده بود. خدای تو به پدر مادرش رحم کن، خودش که عقل نداره. در 12 ساله خودمون هم بودیم، در 12 ساله چه عقلی داره؟ عقل داشته باشه پشت موتور میشه. نه 76 بم پلاک سیاکله، جهت اطلاعات عمومی گفت. آخه ماشین زده سگه فلج شده. اینجا معمولا اصلا به بعد همین منظره مه میگیره. یکم دیگه بریم میرسیم به لاری خانه دیگه. برم شاید حالا داشتم تا لاری خانه. تو خانه نفس ها بهش دوانیم. نگاه میبینی گاردریلو، مثلا گاردریلی قد جاده آوردن بالا، از گاردریل پایینه. نازنی باش عاشق همیشگی باش، هم شب تو طلوع زندگی باش، طلوع رفتن ولی طلوع من باش، رسیدم رو به آخر دنیا، شروع من باشم جدا کن چکم ولی من
استاد اینجا اشتباه خورد. انشالله که کپی رایت نخوریم. والا جاده اشکور رو گذاشتم فقط کپی رایت خوردم، 14 تا کپی رایت خورد. روزگارتون بد نبینه. این مجبور شدم مایتایزش رو حذف کردم. از جاده رانندگی جاده زیاد پولی نمیده. به اصطلاح نگادم زشته، دلیه. حالا انگار به ولاگ بازارها چقدر میده. دوستان اگه ولاگ من رو نگاه میکنین، همکارا بعید نگاه کنن، حالا قصد داشتیم بیان یوتیوب، اینجوری نیست بیا اینجا پول پارو کنیم، خبری نیست. که بود ما ماشینمون رو تو این 2 سال 3 سال عوض میکردیم. اینجوری پول میده، ولی نیست بخوای پول این تبلیغات چیزا نخورید. 100 در 1%، 1% همچین چیزی برعکس نمیشه که مثلا یارو با یه ویدیو میترکه. حالا شاید ویدیو ترکیدن ما نرسیده موقع ترکیدن ها، انشالله که بترکیم. در کل باید زحمت بکشیم. قول خانومم میگه کسی پول مفت به ما نمیده، تو بخت و اقبال ما نوشتن باید مثل خرکار کنیم، چه ارث و فلان، چه نمیدونم قرعه کشی بانک و نمیدونم چه جناب یوتیوب و بخت ما نوشتن کار کن. باز خدا رو شکر سالمیم. اوضاع بحرانی نیست. الان داشتم می اومدم پایین بیمارستان، از تو سیاکلمیای بیمارستان غدیر چی تو راه، یه جمعیت زیادی جلوی بیمارستان وایساده بودن، انگار مثلا یکی فوت شده منتظرن جنازه‌اش تحویل بگیرن، چیزی بود. داشتم فکر میکردم که نهایتش همین 1.5 متر 2 متر خاکی دیگه. مردم چرا انقدر حرص و طمع دارن، مال هم دیگه رو میخورن، سر هم دیگه کلاه میزنن، تهش هیچ نیست. هیچ یه شب میخوابی خوابم بلند نمیشه، معلوم نیست کی به کی. همین حرص و طمع برای چی؟ به قول بانو همیرا. اصلا شلیک میده، تیراندازی میکنه. جایی که با گاردیل باشه نیست. نیا کنید معلوم چند سال عوض کنید، نکنید شما خودش خجه نیا آفتاب بارون و برف خورده افتاده شکم داده. ای خدا خیلی کنترل میکنم هر سیاسی نزنم نمیشه. یه خودتون میدونین دیگه. من که نمیدونم شما اهل کجایی، الان کجا هستی، الان چه تاریخی هست داری این ولاگ رو نگاه میکنی. امروز امسال 10 سال دیگه است، 2000 چنده. ولی ما رو یاد کنید، یادگاری گذاشتیم براتون. الان مثلا یه آقایی هست فامیلیشو یادم رفت، عکسای موقع عکس بود دیگه، عکسای دهه 80 تهران و شمال و این فامیلیشو فشار بیارم یه خورده به خودم یادم میاد.
مثلا نگاه میکنی میبینی چقدر چهره شاد بود، چهره یاد خاطرات میافتی. حالا شاد و ناره بلش. این هم همونه دیگه، این هم 10 سال دیگه یه یادگار، یه خاطره از ماست. ای خداییش میگم حالا غریبه تو جمع ما نیست. این جاده رو تو کشورهای حوزه خلیج فارس داشتن چی کارش میکردن، چه پولی ازش در می آوردن. حالا جای دیگر رو کار ندارم، جاده به این زیبایی، به این طبیعت، وضعش نگاه خداییش. جلو بندی ما اومد پایین ها، تا حالا دوربین مثلا لرزش ها رو میگیره. اگه نمیگیره شما فکر کنم اون چند دقیقه 10-15 دقیقه اول ویدیو رو رد داده بودین به خاطر سردرد. صدا میاد، صدای جلو بندی و شو فیلتر روغن ماشین رو. بالا برگاشون ریخته، میبینین برگ نداره چون خیلی سرد میشه. بعد پیچ بازارچه لاریخانی باشه دیگه. تا اینجا که اومد گر جهنم میروی مردانه رو. طبیعت آدم نگاه میکنه الان برگ نداره. مثلا این توی فروردین عید میایم، معمولا عیدم میایم سری میزنیم، بعدش مثلا دیگه هفته دیگه میایم میبینیم همه چیز سبز شده، مثلا اینگور نه اینگور درختا یه جور مردن دیگه. طبیعت هم مثل هم میبینین تقریبا این سبزی جز رو زمین نیست. چنگ سبز، گلای زرد، چه قدرتی داره طبیعت و خدا. همه چی رو میکشه و زنده میکنه. کیف میکنه آدم، از قدرت کیف میکنه. برخلاف 16 های دیگه خوب داره رانندگی میکنه.
ملی آتش نشانی دیلمان. پارک ممنوع. یک کلیپ رو نیستا بچه ها میذارن، آخرش خراب کردی همشه. راهنمای فلانی بسیاری دارن. یه وقتی یه گیلانی میره اون بازارچه لاریخانی من میبینم از شاید براتون فیلم گرفتم، شاید نگرفتم. بریم ببینیم جوش چجوریه. معمولا میگیریم. گیلانی شمالی میگه از شمال دور میشه، همشو کویر اونجا نشون میده. حالا زندگی شاید اونها یه صفای دیگه داره، 100% داره دیگه. ما عادت کردیم به سرسبزی، نمیتونیم دور باشیم. من تو عمل انجام شده قرار گرفتم. خود دیدم تو سبقتم. اینجا سرتر کنیم بریم سنگلاخ، بریم برای بازارچه دیلمان، بازارچه لاریخانی دیلمان. اینم بازارچه لاریخانی دیلمان با این ویوی زیبا. اینم نون تازه محلی، چون آشم داره. اینجا درشو بردارم. اینم آش رشته و عجب هست. نه شاید نون داره میپازه. تو تنوریش نیست. این محصولات محلی خودش کرز، صندوق گردو. اصلا چای آتیشی بخوریم جاتون خالی. هوای سرد. نون داغ محلی، چای آتشی کنار بخاری گازجویی، خیلی باحاله. میگم جاتون خالی. کار نبات هم بخورید. لامصب ماشین ساعت کار میکنه. سلام. این پاییز مادم پاییز بگیرم باشید. اینم پاییز زیبای دیلمان. نمیدونم این کدوم الاغی اینجا گذاشته، الان من میبرمش پایین. اینجا گذاشتی منتظری کی بیاد اینو برات ببره پایین.
درد منو بخوری کوفت بخوری. شما انقدر بیشور جاده آشغالی میاد مگه شهرداری میاد؟ خب آبشار جاتون خالی. میرم رودخانه زیبای دیلمان. آبش کم شده تو بهار خیلی بیشتر بگیرم این طرفی برم یا این طرفی یک لوکیشن پیشنهادیه واسه تفریح. بالا جا پارک هم هست یه پیچ بالاتر از دیلمان چیز آبشار لونه. لاستیک رو بسته با رسوله چکار میکنم برای میدونم لاستیک رو میبینیم خیلی برای شنا هم هست فکر کنم خانمان محلی هستن هم جاش خانم بفرما درش محلی نون محلی خودمزه دست شما دنم یه نون دم دستتون دنم خوردم بالا حالا فیلم بگیرم برای دوستان. مقدارم داره گیدو خسته نباشه قربانت برم. این آشقام خیلی میگم
کسی با لباس محلی. امیدوارم که از ولاد لذت ببرید. آخرم دیگه